بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر خالد محمدزی هستم و امروز میخوایم برای شما در مورد زیروستومیا معلومات دهم. زیروستومیا عبارت از خشکی جوف دهن می باشد که بیشتر در خانم ها نسبت به آقایان دیده می شود و دیگر در اشخاصی که مسن هست دیده می شود و دیگر اشخاصی که از ادویات ضد فشار خون، ادویات آنتی کولینرژیک، آنتی دپرسان استفاده می کنند در باعث زیروستومیا می گردد و دیگر اسباب زیروستومیا می تواند اپلازیا و یا نبود غده لابه باشد و دیگر افرادی که از سیگرت زیاد استفاده می کنند می تواند زیروستومیا و خشکی دهن را به وجود بیاید و دیگر در افرادی که از دهن تنفس می کند و یا ماوت بریدینگ می کند می تواند باعث خشکی دهن شود و انتانات HIV هم می تواند باعث زیروستومیا گردد. تداوی زیروستومیا کنزرواتیو می باشد و یا اول باید مریض حفظ الصحه جوف دهن خود را مراعات کند و پس از آن ما به مریض دواهای سیالوکوکس مثل پیلوکارپین می دهیم تا خشکی دهن را از بین ببرد و دیگر باید مریضان از دواهای آنتی کولینرژیک، آنتی دپرسان باید استفاده نکنند.